سلام، این منم. اسمم علیه. من با خودم زیاد فکر میکنم. گاهی وقتا وسط زندگی روزمره یه لحظه میستم و از خودم میپرسم من واقعا دارم به کجا میرم؟ هممون یه آینده‌ای توی ذهنمون داریم، ولی فقط بعضیا واقعا براش حرکت میکنن. چون تفاوت بین رویا و هدف همینه: اقدام، کار، عمل. هدف یعنی بدونی چی میخوای، و حتی وقتی مسیر تاریک و مبهمه یه قدم کوچیک برداری. فقط یه قدم. بعضیا فکر میکنن باید از همون اول همه چیز مشخص باشه، اما واقعیت اینه که آینده قدم به قدم ساخته میشه. هر تصمیم کوچیکی که امروز میگیری یه آجره برای ساختمون فردای زندگی تو. گاهی خسته میشی، گاهی شک میکنی، گاهی حس میکنی هیچ چیز طبق برنامه پیش نمیره. اما بدون، این یعنی داری رشد میکنی. هیچ مسیری صاف نبوده و نیست. هیچ موفقیتی بی تردید و ترس نیست. ولی اونایی که ادامه دادن همونایین که دنیا رو ساختن. پس اگه هنوز دقیق نمیدونی هدف چیه، اشکالی نداره. فقط حرکت کن، تجربه کن. بیفت جلو، دوباره بلند شو، ادامه بده، بیفت، پاشو. آینده از همین امروز شروع میشه. از همین لحظه‌ای که تصمیم میگیری یه قدم به جلو برداری، هر چقدرم که اون قدم کوچیک باشه. هیچ کس قرار نیست آیندت رو بهت هدیه بده. خودت باید بسازیش. یه روز وقتی برگردی به امروز نگاه کنی، میفهمی همین تصمیمای ساده، همین تلاشای کوچیک آینده‌ای ساختن که بهش افتخار